در ازبکستان برای برطرف کردن مشکلات اکولوژی و حفظ محیط اطراف تشبس‌های نیک و موقع مهم پیش بینی گردیده این حرکت عمومی ملی به یک عملیات سیاسی تبدیل یافته است. در ناحیه سوخت نیز از جانب پروکراتور ناحیه در حدودها نهال‌های منظروی و میوه‌دار در دایره لایحه مکان سبز شنانیده شدند که حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. با تشبث راهبری دولت هر سال دو مرتبه در موسم‌های نهالشنانی بهاری و تیرماهی برنامه‌های وسیع سبزگردانی و برقرار کردن درختان به راه مانده می‌شوند. در ناحیه سوخت نیز در دایره لایحه عمومی ملی مکان سبز کارهای وسیع مقیاس نهالشنانی و برپا نمودن منطقه‌های سبز ادامه دارند. پروکراتور ناحیه سوخت بیروی اجرای مجبوری و شعبه ناحیوی دپارتمنت مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی تشبث نشان داده در جای‌های خالی راه‌های اساسی ناحیه نهال‌های منظروی و میوه‌دار شنونیده ایستادند. Mana bugun So'x tumanida prezidentimizning Yashil makon davlat dasturi bo'yicha belgilangan topshiriqlariga asosan So'x tumanida So'x tuman prokuraturasi, departamentning So'x tuman bo'limi hamda majburiy ijro byurosi birgalikda So'x tumani markazi hamda qishloqlarida 1000 ga yaqin manzarali hamda mevali daraxtlar o'tqizildi. hamda ushbu dasturga o'zimizni hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. بر اساس معلومات سال گذشته در حدود ناحیه در موسم بهار زیاده از 500,000 بیخ نهال و در موسم ترما همانقدر نهال‌های میوه‌دار و منظروی شنونیده شدند. همچنین در دامنه‌های کوه باغ‌های سبز تأسیس یافته برای روند احیا و برپا کردن محیط سبز چاره‌ها اندیشیده شدند. در موسم ترماهی سال جاری نیز در دایره لایحه مکان سبز شنونیدن نزدیک به 500,000 بیخ نهال‌های منظروی و میوه‌دار در نظر است. در جریان اجرای این برنامه چاره‌های دسترس کردن نهال‌ها تشکیل کرده میشن گفت حاکم ناحیه سوخت ضمن صحبت با ما. Bugun در haqiqat yashil makon ga start berildi. Mana bir haftadan beri biz So'x tumani bo'ylab hozirgi kungacha 100 mingdan oshiq ko'chatlarni ekdik. Maqsadimiz mana shu kuz qish oylarida 500 mingga shu katta marra olganmiz. 500 mingta ko'chatlarda ekish maqsadimiz bor. Asosiy maqsad mana prezidentimiz ham bu loyihani o'zlari tashabbuskorlari, sababi butun dunyoda iqlim o'zgarishi, mana ekologiyaning buzilishi mana kuzatilyapti. Bu albatta xalqlarda, insonlarning hayotiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti ekologiya buzilgani uchun. Shuning uchun buni oldini olish bo'yicha hurmatli prezidentimiz ko'p yillarda ko'zlagan holatda mana shu loyihalarni bizga oldimizga ijrosini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berilgan va xalqimiz bilan birgalikda ekyapmiz. Asosiy maqsad ekologiyani yaxshilash, atrof muhitni mana hozir tozalik oylari ham ketyapti, tozalash, tabiatni asrash kelajak avlodlarimiz uchun. Bugun mana tuman prokuraturasi xodimlari bilan birgalikda hashar qilib ekyapmiz. پروکراتور ناحیه سوخت در موسم تیرماهی شنونیدن زیاده از 200 نهال منظروی و میوه‌دار را به عهده گرفته است، ولی طبق معلومات پروکرور ناحیه صدرعلی میرزاکریمov آنها تشبث نشان داده به طور نظررس این نشانداد را تا 1000 عدد رسانیده برنامه وسیع سبزگردانی منطقه را به سطح نو میبرند. در زمینه این کوشش‌ها در راه‌های اساسی ناحیه و دیگر موضع‌های خالی نهال‌های نو شنونیده شده محیط اطراف ناحیه با درخت‌های منظروی و میوه کننده حسن دیگر میگیرد.